به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دکتر احمد بلال اکسیر هستم، دکتر طب و روانشناس و مسئول آموزشی در مؤسسه ریتولید افغانستان و خوشحال هستم که در خدمت شما قرار دارم. از جناب نظری صاحب که بر ما دو کودک را معرفی کردن خیلی تشکری میکنیم که همراه ما همکاری نمودن و امروز میخواهیم که پروسه را که ما چگونه اطفال در مورد ارزیابی روانی قرار میتیم و چگونه اونا را میخوایم ارزیابی بکنیم و جذب بکنیم در موسسه خود، این پروسه را که مسئولیتش ما دارم پیش خود بردیم و از اینا پرسان خود داشتیم و قصه ها و داستانشان که در زندگی اینا در جاده های کابل اینا چی روزهای را سپری کردن، در مورد تمام جزئیاتش امروزشان صحبت خود کردیم و قبل از او امروز هر کدامشان میخوایم معرفی بهتر شویم و بیشتر شویم، ببینیم که اینا نامشان چی است و معرفی خوبتر داشته باشه امروزشان. ابتدا از کوچکشان شروع میکنیم، اول به اونا میتیم. نامتان چی است؟ خود یک معرفی کوتاه داشته باشین. سلام عرض ادب بر خودتان و بینندگان عزیز که ما را میبینند در یوتیوب یا تلویزیون یا هرچی. سلام برای همتون. نام من نجیب الله است. ما صنف پنجم هستم. ما میخوایم تدریس کنم، درس بخونم تا آینده یک چیز شوم. بسیار عالی. سلام عرض ادب خدمت خودتان و خدمت نظری صاحب، خدمت کسایی که فعلا در یوتیوب یا چینل تلویزیون هرچی ما رو تماشا داره. نام میمل است، نام پدر مجمل است. ما صنف 7 مکتب هستم، اول نمره مکتب هستم. ما در کورس آموزشگاه علمی پیروز اول نمره شدیم، 2 تقدیرنامه گرفتیم و میخوایم که در آینده هم درس بخونیم و تدریس. بسیار خوش شدم و مشرف شدیم همراه تان ایمل جان و ما خیلی افتخار میکنیم که شما را همراه خود داریم و ما شما را وقت طرفتان که میبینم کودک نمیبینم، فکر میکنم شما آینده افغانستان هستین و یک خالیگاه افغانستان را در آینده میتونین پر بسازین و با وجودتان ما نیازمند هستیم که شما بر ما و فردا بر صدها و هزارات تن در افغانستان بتونین کمک بکنین و همکاری بکنین. میگم پرسش های دوستانه می داشته باشیم، بیشتر آشنا شویم همراهتان. کدام بازی ها را نجیب جان خودت خوش داری، علاقه مندی داری انجام بدی؟ هدف از سرگرمی هاست، مثال فوتبال خوش داری، گیم خوش داری، چی سرگرمی باید باشه؟ من زیادتر خوش دارم که اول فوتبال خوش دارم، بعد از فوتبال من بسیار زیاد خوش دارم که درس بخونم تا یک چیز شود. بعد از میادم درس که نباشه هیچ یک انسان گفته نمیشه. تفریح هم مزه نمیده نه درس که نخونی؟ هیچ چیز که درس نباشه، نه فوتبال نه یک چیزی که خوشت بیاد و هیچ چیز برد. چی احساس داری؟ چی در احساس چی تغییرات آمده از وقتی که از روزهای دشوار به روزهای خوبت احساس میکنی، روز بهتر پیدا کردی؟ چی احساس تغییرات آمده در احساس؟ من خیلی احساس خوب دارم که مرا نظری صاحب خواست که سر سرک و دانه جاده ما رو جمع کرد تا اینجا رسیدیم و خواستن که ما درس بخوانیم و علم بیاموزیم. اگر حال ما در سر سرک بودیم هیچ چیزی یاد نداشتیم. بسیار خوش آمدی و من فکر میکنم یک دوره تجربه بوده که بی وقت بوده که بر خودت رسیده. خب ایمل جان، از خودت میشنویم با چیزایی که علاقه مندی داری انجام بدی، بتونی بر ما معلومات بدی چی علاقه مندی داری بیشتر؟ من در این سرگرمی ها اکثر وقت که از دوستان فوتبال بازی میکنیم و از کلش که ورزش بسیار خوش دارم. همچنان درس هم میگه با کسی که علم نداشته باشه خداوند شناخته نمیتونه. من از اون روزای اول خود که بسیار خوشحال هستم به خاطر که نظری صاحب خیلی که من کمک کرد. من مدت 3 سال میشد کار میکردم تنها، بیادرم که من کار نمیکرد. این میخواست که کار کنه اما من نمیماندم. میگفتم تو با وقتی که من زنده هستم یا مجبور هستم تو را نمیمانم که کار کنی. قبلا هم نظری صاحب ویدیوهای خود عکسای خود نشان دادیم، عکسای سر خود من را موتر زده. بله و من حافظه مرا پاک کرده بود و اون وقت بسیار زیاد چیزا را یاد داشتم و حافظه مرا که پاک کرد خلاصه دیگه همین چیزی را که ممرایز داشتم کلش پاک کرد و من سر از نو شروع کردم. من نو که کار میکردم در چوک آمدم
دیدم که پیش یک نفر کراچی است بله. و پیش دیگه نفر موتر 2000 است. من از رفتم که یک خط یا یک سوال از کراچیوان کردم، دیدم که نفهمید. از 2000 که پرسان کردم دیدم که برای من سوال مرا جواب داد که بسیار یک سوال بالا بود که قبلا به نظری صاحبم در دکان گفتم. او برای من جواب داد و بعد از اون من به درس خوشم آمد. من گفتم این چطور کراچی داره و این چطور موتر داره. اگر امکانش هست سوال برای من بگو که بفهمیم چی سوال کرده بودی. کنجکاو شدیم. سعیس یک نفر بود، خلاصه ما رو میبرد یک جایی بر سکنجه. ما از بردگی خود گفت من تا آدمی هستم که در سوال بند نماندیم. من گفتم تو چه رقم سوال بند نماندی؟ گفت من در دینی، انگلیسی و ریاضی. من گفتم در دینی هم بندت مندازم، در انگلیسی هم و در ریاضی هم. تا رو بند پرتوند که سوالای اول جواب دادن انتونی. گفت خود سعیس. پرسان که گفت اول دینی. گفتم من نظر با گفتی علما برات میگم، نگویی که جواب نداره، جوابش پیش خداوند است، یک راز است. گفت سعید گفتمش معنای الف لام میم برام بگو. گفتی رازش خداوند میفهمه که کس نه. گفتم ما برات گفتم که نظر با گفتی علما ما برات میگم الف الله جل جلاله، لام جبرائیل علیه السلام، میم محمد صلی الله علیه و سلم. کتاب الله جل جلاله توسط جبرائیل امین به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد. گفت سعید. گفتم سعید یکی برموندی؟ گفت سعید. گفت انگلیسی را پرسون کن. گفتم من برای خودت میگم و تو ترجمه کن. گفت خود سعید. گفتم today I am very sick, my hand have very bad ache, my hand is no good, can you show the bonseter؟ اینا گفتم ترجمه کن. گفت ایش فهمیدم که دستم درد میکنه و مریض هستم، یک جمله تا نفهمیدم که my hand is no good, can you show the bonseter؟ گفت اینا برای من معنا کن. من گفتم برات معنایش میکنم. گفتم برات که دست من شکسته، میتونی نشان بدی شکسته؟ من امروز بسیار مریض هستم، دستم داره بسیار درد خراب. گفت سعید از من گفت ریاضی را پرسان کن. ریاضی را گفتم من 2 دانه سوال ریاضی آماده کردیم که میخوایم از خودت پرسان کنم. 2 دانه است. گفتم یکیش که هست از قلم کتابچه کار گرفته میشه و یکیش هست که همینطور به زبان گفته میشه. خب بگو. گفتم من 2.5 ساعت از یکی قرض کردم، 2.5 ساعت هم از دیگه شد 5 ساعت. 5 ساعت 4.5 ساعت شبود خریدم. من 50 رو پیش 30 شب بر اندیوالم بر بیادرم قرض دادم. من 20 رو پیش 2 دانه دی جور کردم، دیش به یک قرضدار خود دادم، دیشم بر دیگه 240 از او، من 240 از او و من دوباره 480 روپیه یا کار کردم یا دوستگی خود گرفتم یا خلاصه 480 روپیه پیدا کردم. 30 افغانی سر بیادرم داشتم گرفتم، شد 510 روپیه. چرا 10 روپیه؟ زیاد شد. گفت والا نفهمیدم. گفت یکی دیگه پرسان کن. ما برای گفتم تو شاید جوابش داده نتونی. گفت پرسان کن. 3 تا را که نفهمیدی چهارمش چطور جواب بدی؟ گفتم این کمک داره خنده دار است و خودت ایران خود موندی که چی بود. بگو. گفتم کشتم شپش کشت 6 بارا. بگو چند نفر داره؟ والا که تو من کده خدا نمیتونه. ایمل جان، هدفت از پرسیدن این سوالات از شخصی که پرسان کردی میخواستی چی را به دست بیاری؟ یعنی من میخواستم نتیجه چی بود که از او گرفتی؟ نتیجه من میخواستم که میره بگیرم و میخواستم میره به دست بیارم که من را الا کنم. من را برای سکنجه نبره و بعدا برای خودتون باز خود گفتم که کی. بسیار خوب. ایمل جان، آدم وقتی در بیرون کار میکنه خیلی سخت است و مطمئن هستم دوره بسیار دشوار زندگیت و یک حادثه بسیار خرابی را که هم خودت با موتر تصادم کردی و سپری کردی، یک دوره بسیار سختی است و با افراد مختلف بد و بدتر و بدترین روبرو میشی و با افراد خوب هم روبرو میشی، ولی خیلی کم میباشه فکر میکنم افراد خوب. بر من بزرگترین تجربه بعد از این دوره‌تان بر من بگو چی بوده برات و بزرگترین تجربه خوبتان بر من بگو که از این دوره داشتی. من یک تجربه داشتم که قبلا من در رابندان کار میکردم در سینمای پامیر. من وقتی که کسی خوب می بود که براتون قبلا هم گفتم که مال خدا برش در افغانی میگفتم 20 افغانی میداد و کسی که چی آدم بد می بود
مرا پول مام نمیداد و مرا بسیار چی میکرد، دم موترات زجر میداد تا که ما که از او جنگ میکردیم، او که ما جنگ میکرد چون او از ما بزرگتر بود. او تواناییش داشت که با ما برخورد کنه اما من نداشتم. من نمیتونستم وار کرده و او وار میکرد سر ما برای خداوند گفتم خدایا از این جنجال دیگه خودت ما رو بیرون کن. ما همچنان از تشکری میکنیم از هر کسی که و همچنان جناب نظری صاحب که همراه شما خیلی کمک کردن. نجیب جان، برای خودت خیلی بسیار وقت بوده نسبت به ایمل جان که در جاده ها بری و کار کنی، برای از او هم بسیار وقت بوده و برای خود خیلی وقت بوده که در جاده کار کنی و کار هم که کار بسیار دشوار و سخت بوده، شاید هر کس هم نتونه که کار کنه. خوشحال هستیم که خودت همراه خود داریم و یک دوست بسیار خوب و مثل یک برادر کوچک و من همچنان در کنارتان خود بودم که بتونین هر موضوعی که من بتونم را شما کمک کنم همکاری بکنم. ایمل جان، از خود یک سوال داشتم. سوال من بسیار یک سوال آسان است، چیزی که در ذهنت میاد بر من جواب بده. درس چطور خوش داری که بخونی؟ یعنی به خاطر چی هدفت از خواندن درس چی است؟ چی را به دست بیاری در آینده؟ هدف من همین است که در آینده یک جای یا یک مقام بالا را بگیرم. ما همین کسایی که پیسه دار می باشن میگن که ما درس نمیخوانیم حتما تا آینده تا آخرت همین رقم ما باشیم، اما کسایی که غریب است میخواین که درس بخوانن که آینده یک مقام بگیرن. حداقل من میخوایم درس بخوانم که خانواده خدا. بسیار عالی. ایمل جان، خودت چطور درس انتخاب کردی؟ این نجیب است. من ببخشید نجیب جان. بله، من به خاطر درس انتخاب کردم که بچه‌ای که کایم سبا پس سبا نباید بگن که ما سر هستیم و شما پایین هستیم پیش ما خواستیم که درس بخونیم که از واقع بالاتر باشیم. نباید ما زیر دست از واقع باشیم تا سر ما امر کنه کار کن، باید از ما سر از واقع امر کنیم که شما کار کنید، آمر باشیم. بله. خب بسیار خوب. یک سوال دیگه از ایمل جان پرسان میکنم. اگر یک فرد برات بگوید که از هدفت بگذر در بدلش برات یک مقدار پول بسیار زیاد انگفت برات میتم، قرار است کدامش انتخاب کنی؟ این گپ درست است که پول ما اگر بگیرم و زندگی ما به فعلا خوب می باشه و اگر پول قبول نکنم به زندگی ما صحیح است، من به کم قناعت میکنم، اما ما پول قبول کردن نمیتونم. به خاطر چی؟ که در آینده اگر من فعلا 10 سال غریب می باشم و پیسه را بگیرم 5 سال دیگه من پولدار می باشم. اگر نه اگر او را قبول نکنم 10 سال غریب باشم 50 سال دیگه شاید که به توکل الله ما پیسه دار یا سرمایه دار باشم. بسیار خوب. از خود پرسان میکنم نجیب جان، اگر یک نفر بگوید در بدل هدف که داری مثلا میخوای دکتر شوی یا انجینر شوی، هدف خودت چی است؟ من هدف خودم همین است که اگر نفر $100 هم بر ما بده شاید 2 روزه یا 3 روزه و کار او خلاص شد، مگم درس هرچ قدر که به من بیاموزی همون قدر در فکرت میمونه، تکرارش کنی خلاص نمیشه. ولی پیسه را که بگیری مصرف کنی و دیگه میره و مگم علم میباشه. بسیار عالی. یک سوال دیگه از خود میخوایم پرسان بکنم. خودت میخوای مالک یک ساختمان کوچک باشی یا در یک ساختمان بسیار بزرگ کارمند باشی یا مثال کار کنی در اونجا یا عضو از خانه باشی، یک عضو کوچکش باشی؟ من آدم هر وقت میگه که از کم شروع کنه زیاد میرسی. اول هم کم خوب است. خب یعنی مالک خانه کوچک خوش داری باشی. خود در این مورد سوال من چی نظر داری؟ فهمیدی سوال مرا؟ بله، ما در این مورد کتامی برادر کارانم کم باشه از خودت باشه نه؟ بله. اگر بزرگ باشه از نفر دیگه باشه بدرد نمیخوره. بدرد نمیخوره. فکر میکنین که وقتی در جاده ها کار میکردین فکر میکردین روز خوب خود آمد که شما با آرزوهایتان بتونین دسترسی پیدا کنین یا به مو راهی که بتونه شما را با آرزوهایتان برسانه دسترسی پیدا کنین؟ یعنی تا امید در دلتان میومد یا مکمل امید از دست داده بودین؟ نه، تو امید داشتیم. خداوند امی بزرگای ما میگه پشت هر سختی باز آسانی هست. ما حتما چی داشتیم که در آینده انشاءالله میگفتیم که اگر فعلا نمیشه در آینده شاید یک چیز شوه. در یک فیلم بود، در آهنگ بود
که من از او یاد گرفتم که بچگک بود قاعده ما بود. یک بچه را میدید که از پالیش تیر میشه، کالای مکتب خوب همه تو شیک است و این خود سعی میکرد که کالایش چیر خراب یعنی بسیار حالت بد داشته می بود. بازی میرفت بود پالیشی میکرد، درس میخواند و باز بعدا مثل خودتان این رقم که شما فعلا دفتر دارید، او هم که کلانش صاحب نوت یک دفتر شد. امو لوازم خود که کتش کار میکرد به او کنج دفتر خود مانده بود. هر دقیقه که چی میکرد سون از او سعی میکرد و بعد از او باز من فهمیدم که سعیز کارم میکنم، درسم میخوانم. خدا مهربان است که یک روز ما مثل از او برشم. و به یاد بیاری که من چی روزای سخت را سپری کردم امروز در اینجا هستم. من باز داخل گفتنی در این مسئله دارم. خیلی خوشحال شدم. من فکر میکنم برای جلسه ابتدایی ما و شما بخیر کفایت خواهد داشت. باز ما به خاطر جزئیات بیشتر انشالله برنامه بعدی خواهد داشتیم که شما و انشالله بازم صحبت میکنیم، داستانهای شما را بیشتر خواهد شنیدیم، قصه‌ای که داشتین و مطمئن باشین روز میرسه شما موفقیتاتون آنقدر زیاد شوه که شما دیگه اصلا به گذشته و به حالات بعدتان فکر نکنین. و من یک چیز براتون میخوایم من حیث از اینکه بتون انگیزه خوب برای آغاز دوباره تان باشه اشاره بکنم. یادتان باشه که موفقیت یعنی استادن بعد از افتیدن است. هیچ وقت فردی که استاد است در حرکت است نمیتونه ادعا کنه که من یک فرد موفق هستم. شما باید بار بار بفتین و بار بار باید استاد شوین. همین وقت است شما میتونین فردا ادعا کنین که من یک فرد موفق هستم و مطمئن هستم شما یک بک‌گراند بسیار عالی دارین. درست است یک بک‌گراند که شاید قصه کنین 2 دقیقه دیگه شما قصه کنین شاید من دیگه صحبت کردن نتونم و گلونم عقده بگیره به خاطر قصه هایتان، ولی یک در پهلوی از اینکه یک روزگار بعد سپری کردین من فکر میکنم برای آیندهتان یک بک‌گراند بسیار عالی است. چطور بک‌گراند عالی؟ به این روز فکر کنین شما در پشت پای میز خطابه استاد شوین و سر مردم صدا کنین که او مردم من روز داشتم که در جاده های کابل با بدون از اینکه مزد پیدا کنم داخل روز میگشتم تا فقط وقت ما سپری شوه. ولی امروز من شما ببینین که بزرگترین عملیات جراحی قلب انجام دادیم و شما ببینین که هیچ کس در جهان تواناییش نداشت که این عملیات اجرا بده، ولی ما در افغانستان در خرابترین کشور جهان، در مشکل ترین کشور جهان، در سخت ترین کشور جهان تانستیم این عملیات انجام بدم. وقتی بک‌گراند شما قدرت شما است که شما از او حالت بد، از او یک بک‌گراند بسیار خراب آمدین در یک بک‌گراند خود. من فکر میکنم دیدتان نسبت به گذشتهتان باید اصلاح بسازین، یعنی روزگار بعدتان دیگه بد فکر نکنین. من یک تجربه بد داشتم، یک روزگار بد سپری کردم و مطمئن هستم از او درسای را یاد گرفتیم. هیچ امکان نداره همگی روزگار خوب داشته باشه. حتما یک گذشته خوب سپری کرده، یک گذشته بد سپری کرده، یکی خوب بوده ولی پسان بد شده. ما این حالت‌ها را سپری میکنیم. این سیستم زندگی به این شکل است. هیچ کس یکسان نیست که ما و تو با افراد بیرون بتونیم یک رقم باشیم، ولی باید دید ما را نسبت به تجربه های بعد از زندگی خود قسم معیار بسازیم که تجربه های بعد از زندگی ما در آینده یک بک‌گراند قدرت ما برای موفقیت ما خود بود. و ما از تجاربی که در زندگی خود داشتم، از مجبوریتی که داشتم استفاده کردم و فردا کار بکنم که مردم به این مشکلی که ما در زندگی خود بک‌گراند را سپری کردیم دیگرها این بک‌گراند نداشته باشن. یک داستانک خیلی کوتاه بر شما میگم، باز بخیر با هم خداحافظی میکنیم. یک قولم بسیار میتیم با هم که بسیار خوش شدم با همراه شما امروز آشنا شدم، افتخار میکنم در کنارم هستین. قصه داستان من است که بر شما میگم که یک مادر و یک فرزندش در جاده حرکت میکردن و او طرف یک مادر یک فرزند دیگه در جاده حرکت داشتن. یک مادر بر فرزند خود گفت بچه مگه درس نخونی؟ فردا مثل از این واره طرف شارواله نفر که در شاروال بود یعنی جنگلی ها و یارا جمع میکرد، این چیزا رو جمع میکرد، بر از او اشاره میکنه میگه اگر درس نخونی فردا این تو میشی. و او طرف جاده مادر دیگه بر فرزند خود میگه بچه تو باید درس بخونی تا بر از این آدمی که در جاده کار میکنه یک روز عالی را بسازی، یک روزگار خوب بسازی. تو باید به اون خاطر امروز باید درس بخونی. و شما
وقتی او تک بگراند گذشتاندین باید کار بکنین، زحمت بکشین، تلاش بکنین و استفاده های از این فرصت ها داشته باشین که فردا بتونین برای هم نوای خودتان، برای افرادی که مثل شما امروز در جاده ها به هزاران تن کار میکنن، برای از اونها یک روزگار عالی و خوب بسازین. فکر میکنم که با این کارتان میتونین تمام گذشتهتان جبران بکنین و من مطمئن هستم شما را روز از سوالایی که از شما پرسیدم نتیجه یا فیدبکش همی است که از سوالایی که شما به ما جواب دادین با بسیار قاطعیت گفتین من پول ترجیح نمیتم، هدف خود ترجیح میتم، ولو که یک رو افغانی هم از او به دست نبه. و سوال دیگه که بسیار مهم بود پرسان کردم از شما، گفتم که اگر یک خانه کوچک مالک باشین خوش هستین یا یک خانه بزرگ کارمندش باشین یا اونجا کار کنین خوش هستین؟ گفتین من آرزو دارم یک خانه کوچک داشته باشم ولی مالکش باشم. این نشان میده که شما میخواین در آینده خودتان سرپای خود استاد شوین و یک استقلال خوب داشته باشین و سرپای خود باشین. خیلی خوشحال شدم نجیب جان و ایمل جان، افتخار بخشیدین و من یک جهان تشکری میکنم از جناب نظری صاحب که در قسمت همکاری ما خیلی اینا زحمت کشیدن و این دو دوست بسیار، دو شخصیت بسیار نازنین برای ما فرستادن و انشالله که بتانیم امروز از اینا مثل اطفال دیگه که اینجا هستن دوست شون و امروزشان روزهای خوب داشته باشیم. ما در اخیر میخوایم یک قول بسیار محکم امروز دو دوست ما بتم، بعد از او باز امروز دوستا خداحافظی میکنیم. در برنامه های آینده انشالله صحبت های بیشتر خواهد داشتیم. بسیار خوشحال شدم ایمل جان، افتخار بخشیدی و همچنان بسیار خوشحال شدم از خودت نجیب جان. انشالله ما شما میتونیم دوستای خیلی خوب باشیم و همکارای خیلی خوب. من از تجاربی که شما داشتین استفاده میکنم، شاید شما کارهایی را کرده باشین که من در زندگی خود ندیده باشم و شاید من بتونم تجاربی که من داشتم در زندگی خود به شما قصه کنم و بتونیم این سختی های زندگی را به زودی شکست بدیم. بخیر باشین. قربانتان، تشکر، خوش آمدین همگیتان و از تمام عزیزانی که همراه ما همراه بودن هم تشکری میکنم که بیننده برنامه بودن و از تشویقشان، از همه حمایتشان تشکر. زنده و سلامت باشین.